اگر حتی یک بارم به مهاجرت فکر کردی، این حرفا رو باید بشنوی. فکر میکنم بعد از شنیدن این حرفا متوجه میشی که چرا اینقدر تاکید دارم که باید حقیقت زندگی یک مهاجر رو بدونید و حقیقت مهاجرت رو متوجه بشید تا اینکه بتونید تصمیم بهتری بگیرید. بعد از شنیدن این حرفا ممکنه ذهنیتتون نسبت به مهاجرت تغییر کنه و یک سری بارهای روانی منفی که ناخودآگاه روی خودت میذاشتی در مورد مهاجرت رو برداری از روی ذهنت و ذهنت خیلی شفاف بشه و بتونه راحت تر فکر کنه، تصمیمای بهتری بگیره و در نتیجه عملها و نتایج بهتری هم در انتظارتون باشه. این ویدیوهایی که دارید میبینید در ماه‌های جون و جولای گرفتم. اون روزای بارونی که دارید میبینید ماه جون هست که فکر کنم میشه خرداد ماه و روزای آفتابی هم جولای هست که فکر کنم میشه تیر ماه. قبل از این که بخوام شروع کنم حرفامو میخوام در مورد این بگم که چرا صلاحیت گفتن این حرفا رو فکر میکنم دارم. من همیشه دوست داشتم مهاجرت کنم. از وقتی بچه بودم یادم میاد که با برادر بزرگترم خیلی در این مورد صحبت میکردیم. رویامون مهاجرت بود، رویامون این بود که دانشگاه‌های خیلی مطرح دنیا درس بخونیم، آدمای موفقی بشیم، حتی استاد دانشگاه بشیم و اینکه همیشه دوست داشتم زندگی در کشورهای خارجی رو تجربه کنم. خب من بچه درس خون بودم تا آخر دبیرستان، خیلی خوب درس میخوندم، وارد دانشگاه خیلی خوبی شدم، رشته مهندسی برق رو خوندم. بعد از اینکه لیسانس گرفتم به دلایل زیادی که مهمترین دلیلش این بود که دوست داشتم درآمد داشته باشم وارد بازار کار شدم و ادامه تحصیل ندادم. حتی مهاجرت هم نکردم با وجود اینکه معمولا کسانی که فارغ التحصیل میشن خیلی دوست دارن که مهاجرت کنن. منم مثل خیلیا میتونستم این کار رو انجام بدم ولی باز هم به دلایل زیادی که یکی از دلایل مهمش این بود که دوست داشتم پول در بیارم و مستقل باشم وارد بازار کار شدم. حدود 6-7 سال من در رشته خودم مهندسی برق کار کردم و تقریبا موفق بودم تو این رشته. همزمان با کار کردنم بیزنس خودم رو راه انداختم، پوشاک زنانه نازبانو، که فکر کنم خیلی از کسانی که الان توی کانال یوتیوبم هستن از پیج پوشاکم میان و خب خیلی دوستشون دارم. در کل هدفم اون زمان این بود که یعنی به خودم میگفتم که اوکی تو عاشق مهاجرت هستی ولی تو باید تو همین ایران موفق بشی و اگر تو ایران موفق شدی نشون میده که توی حالا مهاجرت هم میتونی موفق شی، توی اون کشور مقصد هم قطعا موفق میشی. این طرز فکر من بود. به خاطر همین چندین سال کار کردم بعد از فارغ التحصیلیم و فکر میکنم به اون موفقیت ها و اون رفاه نسبی که توی ذهنم بود رسیدم و تونستم خودم رو به خودم اثبات کنم که میتونم تو همون ایران هم موفق بشم. این طرز فکر من بود. تو این سالهایی که توی ایران درس خوندم و کار کردم برادرم مهاجرت کرد و خب من خیلی با برادرم نزدیک هستم. مطمئن هستم که تمام حرفایی که از برادرم در مورد مهاجرت و زندگی در کشور خارجی شنیدم 100% حقیقت داره. همچنین کلی از دوستان مهاجرت کردن، کلی از اطرافیانم مهاجرت کردن و با زندگی در خارج از ایران تقریبا میشه گفت که کاملا آشنا بودم که مهاجرت کردم. واسه همین خیلی حس میکنم حرفایی دارم برای شما که میتونه مفید باشه در این زمینه. حدود چند ماهی هم هست که به تازگی به فنلاند مهاجرت کردم. یه جورایی میشه گفت که خیلی برام چیزی عجیب و خیلی از چیزی سورپرایز نشدم، چون که تو این سالها من با زندگی در خارج از ایران کاملا آشنا بودم و کاملا خودم رو آماده کردم از هر نظر.
میدونستم قراره چه چیزایی در انتظارم باشه، میدونستم قراره حتی با چه تیپ افرادی روبرو بشم، میدونستم که قراره چه محیط مثلا تحصیلی یا کاری رو تجربه کنم و اینکه 100% اون چیزایی که فکر میکردم نبود. دلایلش رو هم براتون میگم در ادامه. ولی در کل چیزی خیلی منو سورپرایز نکرد، چون که در مورد مهاجرت اون رویای دست نیافتنی یا رویای زندگی در بهشت نساخته بودم توی ذهنم و همچنین اونقدرها هم سخت و عجیب و غریب و خیلی پرچالش هم نمیدونستمش، چون که خودمو براش آماده کرده بودم. پس به این دلایل حس میکنم که صلاحیت اینو دارم که بیام در این مورد صحبت کنم. افرادی که میخوان مهاجرت کنن 3 دستن. دسته اول کسانی هستن که به نظر من تعدادشون هم خیلی کمه، دوست دارن مرز علم رو جابجا کنن، دانشگاه‌های خیلی مطرح دنیا برن، تحصیل کنن، مقاله بدن و دوست دارن خیلی فضای اینو داشته باشن که توی علم پیشرفت کنن، این فرصت رو داشته باشن که از امکانات دانشگاه‌های مطرح استفاده کنن در جهت جابجا کردن مرزهای علم که گفتم به نظر من افراد کمی هستن. دسته دوم که به نظر من بیشترین افرادی که دوست دارن مهاجرت کنن و مهاجرت میکنن جز این دستن، کسانی هستن که دنبال تجربه زندگی بهترن و در کل دنبال رفاه هستن. خیلی هاشون توی همون کشوری که به دنیا آمدن و کشوری که زندگی کردن اون رفاه نسبی رو داشتن، اما دوست داشتن یه تجربه بهتری رو داشته باشن، رفاه اقتصادی، ثبات اقتصادی رو تجربه کنن و اینکه بتونن مثلا برای زندگیشون بهتر برنامه ریزی کنن، چون که وقتی تو توی کشوری زندگی کنی که ثبات اقتصادی داره به تبع راحت‌تر میتونی برنامه ریزی کنی، راحت‌تر میتونی برنامه ریزی کنی که مثلا فلان زمان من میتونم مثلا 2 سال دیگه میتونم خونه بگیرم یا میتونم فلان کار رو انجام بدم. همچنین افرادی که فرزند دارن، دوست دارن که خیلی من اینو میشنوم، فکر کنم هممون اینو شنیدیم که میگن که دوست داریم فرزندمون توی مدرسه تحصیل کنه که امکانات بهتری داره، توی فضای تحصیل کنه که بهتر رشد میکنه، بهتر یاد میگیره و آزادی بیشتر و بهتری رو میتونه داشته باشه و خیلی هم میگن به خاطر فرزندمون ما مهاجرت میکنیم. خلاصه اینکه این افراد دنبال تجربه زندگی بهتر و رفاه بهتری هستن و فکر کنم اکثر کسانی که مهاجرت میکنن و قصد مهاجرت دارن جزء این دستن. دسته سوم که قبل از اینکه بخوام در موردش بگم میخوام ازتون عذرخواهی کنم و بگم خیلی متاسفم اگر شیوهی بیانش میکنم که شما دوست ندارید و امیدوارم به هیچ کس بر نخوره، ولی اینو مطمئنم که این دسته افراد خیلی زیاد هستن و حقیقت دارن و اینکه شاید خود ماها یه مدت جز این دسته بودیم و اینکه شاید همین الان جز این دسته باشیم. باید با خودمون رو راست باشیم. اگر متوجه شدیم جزء این دسته هستیم اصلا زمان مناسبی برای مهاجرتمون نیست و اگر مهاجرت کردیم 100% پشیمون میشیم و 100% حداقل چند سال اول مهاجرت برامون وحشتناک سخت میشه. یا ضربه های روحی خیلی شدیدی میخوریم یا اینکه بعد از کلی انرژی، بعد از کلی هزینه های مالی، هزینه های زمانی، عمرمون، انرژیمون، پولمون رو به هدر میدیم و برمیگردیم به کشور خودمون با جیب خالی، با کلی ضربه های روحی و کاملا خالی از انرژی برمیگردیم و با یک حس شکست بسیار بزرگ باید از اول شروع کنیم توی کشور خودمون. پس خیلی مهمه که با خودمون رو راست باشیم و تشخیص بدیم اگر جزء این دسته هستیم مهاجرت نکنیم تا اینکه جزء دسته دوم بشیم.
و دسته دوم افرادی هستن که آدمایی هستن که آماده هستن، آماده مهاجرتن. قبل از این که بخوام توضیح بدم در مورد این که آماده مهاجرت بودن چیه، اول بگم دسته سوم چه افرادی هستن. دسته سوم افرادی هستن که غرق تبلیغات زیبای مهاجرتن، مدام دارن پیجای مهاجرتی رو فالو میکنن، دنبال میکنن، از خوبیای مهاجرت میشنون و اینکه اطرافیانشون کسانی هستن که مهاجرت کردن و صرفاً زیبایی‌های مهاجرت رو براشون میگن. عکس‌ها و استوریا و پست‌های کسانی رو میبینن که مهاجرت کردن و چقدر خوشحالن، چقدر زیبا دارن زندگی میکنن، چه زندگی لاکچری، چه ماشینای خارجی و خوبی سوار هستن، چه سفرهای زیبایی رو دارن تجربه میکنن و اصلاً اینو متوجه نیستن که این چیزهایی که شاید توی ایران جز آرزوها حساب میشه و خب سخت به دست میاد، خارج از ایران خیلی راحت به دست میاد و اصلا حواسشون به این قضیه نیست که آدم‌ها از شادیاشون عکس میگیرن، فیلم میگیرن و پست میکنن، نه از لحظات سختشون. و اصلا حواسشون نیست که افرادی که مهاجرت کردن و اتفاقا واقعا هم شرایط زندگیشون خوبه، 100% کلی خودشون آماده کردن، زبان اون کشور رو خیلی خوب یاد گرفتن، مهارت هایی که اون کشور نیاز داره رو در خودشون ایجاد کردن که حالا از قبل داشتن و همچنین از نظر مالی خودشون رو به سطحی رسونده بودن که مناسب اون شیوه مهاجرتی باشن و کلا این افراد غرق رویا هستن و از مهاجرت و کشورهای خارجی یک بهشت توی ذهنشون ساختن و به خاطر این طرز فکر زندگی حال خودشون رو توی اون کشوری که الان دارن زندگی میکنن رو به جهنم تبدیل کردن و اصلا حواسشون به زندگی خودشون نیست و حواسشون به این نیست که دارن چه کار میکنن با زندگی خودشون. رویا داشتن به تنهایی اصلا مهم نیست. ما باید برای رویاهامون نقشه های عملی داشته باشیم و این افراد کسانی هستن که در رویای کاملا دروغین غرق شدن. اصلا بچه اینجا من دنبال این نیستم که بخوام حرفای کلیشه‌ای و جملات زرد روانشناسی بگم، به هیچ وجه. فقط میخوام بهتون بگم که حقیقت مهاجرت رو بدونید و آگاهانه انتخاب کنید. من خودم وقتی مهاجرت کردم خیلی برام عجیب بود که یک سری از اطرافیانم که بعضیاشون هم اتفاقاً از سختیایی که من کشیدم، از تلاشایی که من کردم کاملا آگاه بودن، از مهارتایی که من داشتم از قبل یا در خودم ایجاد کردم، از زبان خوندن هام، از خیلی چیزا اتفاقاً بعضیاشون آگاه هم بودن. ولی وقتی که من مهاجرت کردم یه عده اینجوری بودن که وای خوش به حالت، خوش به حالت آزاد شدی، خوش به حالت رها شدی. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. وقتی کسی فکر میکنه مهاجرت کردن به معنای آزاد شدن هست، یعنی این که الان خودشو یک زندانی داره میبینه، یک زندانی داره میبینه خودشو و وقتی میبینه یه نفر مهاجرت کرده یعنی کسی هست که از قفس آزاد شده، از زندان آزاد شده دیگه. و آیا کسی که خودشو یک زندانی میبینه آدمی هست که فرصت اینو داشته باشه روی مهارتاش کار کنه، فرصت اینو داشته باشه که برای رویاهاش نقشه های عملی بچینه؟ معلومه که نه. وقتی تو خودتو زندانی میبینی، وقتی تو خودتو کمتر از کس، من خیلی عذر میخوام دارم اینو میگم،
ولی متاسفانه هستن کسانی که اینجوری فکر میکنن که خودشونو کمتر از کسانی میبینن که مهاجرت کردن. خب معلومه وقتی تو خودتو کمتر میبینی اصلا خودتو در حدی نمیبینی که بخوای به آرزوات برسی، هر چند هم که به زبون نیاری. ولی وقتی تو خودتو توی ذهنت یه زندانی میبینی، زندگی تو یه جهنم میبینی، زندگی تو جوری میبینی که فقط داری تلاش میکنی برای بقا نه برای رشد، تلاش فقط میکنی برای بقا و زنده موندن، خب معلومه که اصلا فرصتی پیدا نمی کنی که مثلا زبان بخونی، فرصتی پیدا نمی کنی که پول در بیاری، پول سیف کنی برای اینکه بتونی راحت تر مهاجرت کنی و خیالت راحت تر باشه، فرصتی پیدا کنی که بدونی اصلا کشورهایی که حالا جز مقاصد مهاجرتی هستند چه ویژگی‌هایی دارن و اصلا کدومش برای تو مناسبه و اصلا تو چی میخوای از زندگی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فقط توی حسرت غرق شدی، فقط داری ظاهر قضیه زندگی بقیه رو میبینی و حتی بعضی‌هاش هم درسته. آره خیلی الان خارج از ایران دارن زندگی میکنن، زندگی‌های خیلی خوبی دارن، بهترین رفاه دارن تجربه میکنن. 100% اونایی که الان مهاجرت کردن خیلی هاشون فرصت‌های خیلی بیشتری نسبت به ایران داشتن و زندگی‌هاشون خیلی عالیه. اما از کجا میان؟ اولشون چی بوده؟ چه تلاشایی کردن؟ چه زحمت‌هایی کشیدن؟ چه برنامه ریزیایی کردن؟ و چقدر عمل کردن به برنامه هاشون؟ ما فقط داریم آخر قضیه رو میبینیم و من خیلی ناراحت میشم که میبینم افرادی هستن و خیلی هم تعدادشون زیاده متاسفانه فکر میکنن چون که مهاجرت نکردن آدم ضعیفی هن، کمتر از بقیه هستن، کمتر از کسانی هستن که مهاجرت کردن. اونایی که مهاجرت کردن خیلی خوشبختن و کسی که اینجوری فکر میکنه یعنی خودشو عملا داره ضعیف میبینه دیگه، داره میگه اوکی مثلا فلانی که مهاجرت کرده خیلی موقعیت‌های بیشتری نسبت به من داره و چون من اون موقعیت‌ها رو ندارم من نمیتونم پیشرفت کنم ولی اونا میتونن پیشرفت کنن. بچه‌ها من اصلاً منکر این نمیشم که اونایی که مهاجرت کردن و خارج از ایران زندگی میکنن موقعیت ندارن، موقعیت‌های خوبی ندارن. چرا؟ اتفاقا خیلی موقعیت‌های خوبی دارن، خیلی راحت تر میتونن کار پیدا کنن، توی محیط‌های کاریشون خیلی کمک بهشون میشه که پیشرفت کنن و از هر نظر که فکر کنی ثبات اقتصادی دارن، امکانات تحصیلی بهتری دارن. اینا رو من همه قبول دارم، اما 100% مخالف کسانی هستم که میگن نه ایران جهنمه یا حالا اون کشوری که الان هستن. خب خیلی از کشورها از شرایط زندگیشون خیلی راضی نیستن و دوست دارن مهاجرت کنن، فقط ایران نیست. و اینجوری هم که میگن نه ما دیگه یه موقعیتی بوده که ما نداریم مثلا توی کشور خودمون، حالا هر جا هست، واسه همین دیگه محکومیم به شکست. حتی اگر اینو به زبون نیارن توی ذهنشون اینه. وقتی یکی میگه فلانی خوش به حالت که رفتی آزاد شدی، یعنی این که من الان توی قفسم، یعنی این که اینجایی که من الان هستم زندانه. و کسی که خودشو زندانی میبینه، خودشو یه آدمی ضعیفی میبینه، هیچ وقت نمیتونه پیشرفت کنه. من مخالف کسانی هستم که الان میگن ما نمیتونیم پیشرفت کنیم. نه عزیزم، هر جا باشی اگر بخوای میتونی پیشرفت کنی. رویاهاتو در حد رویا نگه ندار، واسهشون تلاش کن، واسهشون برنامه ریزی کن. این که چرا خیلی از ماهای مدت اینجوری فکر میکردیم که کشور خودمون جهنمه، کشورهایی که حالا خیلی هم میرن و مقاصد مهاجرتی هست، حالا اروپا، آمریکا، کانادا، رویا هستن، مثل رویا عالی هستن، بهشت هستن، بهترین زندگی رو اونجا میشه تجربه کرد. مخصوصا خیلی ها فکر میکنن که از روزی که میرن دیگه همه چی فقط عشق و حال و زندگی شاد و امکانات و رفاه و این داستانا. علتش اینه که متاسفانه افرادی که شعاف میکنن، افرادی که بزرگ نمایی میکنن
خیلی زیاد هستن و این افراد باعث شدن که توی ذهن ما یه زمانی همچین دیدگاه‌هایی اتفاق بیفته که در موردش خیلی خیلی حرف دارم و به نظر من این ویدیو خب خیلی طولانی شد. به نظر من یکی از مهمترین چیزایی که کسانی که میخوان مهاجرت کنن باید بدونن اینه که حرفایی که دارن میشنون از چه در مورد مهاجرت از چه کسانی دارن میشنون. اون فردی که داره میگه مهاجرت خیلی خوبه یا اون کسی که میگه مهاجرت خیلی بده، چالش داره، خیلی سخته، اون آدم کیه؟ تو چه جایگاهی هست؟ الان داره چه کار میکنه؟ کدوم کشور رفته؟ با چه بیسی رفته؟ چه سلیقه‌ای داشته؟ و در مورد این حتما توی ویدیو بعد براتون میخوام صحبت کنم، چون که حس میکنم حتی اهمیت ویدیو بعد خیلی مهمتره، چون که باعث شده که شنیدن حرفای آدمایی که مهاجرت کردن باعث شده که افرادی که دوست دارن مهاجرت کنن به این 3 دسته تقسیم بشن. مخصوصا دسته دوم و سوم کسانی هستن که با دیدن زندگی افرادی که مهاجرت کردن سالهای پیش راغب شدن که مهاجرت کنن و خب خیلی هم الان مهاجرت کردن به خاطر صرفاً شنیده ها و اون چیزایی که دیدن از بقیه. اما افرادی که جز دسته دوم هستن افرادی هم که خودشونو آماده کردن، زبان خوندن، پول به اندازه کافی داشتن و سیف کردن برای مهاجرت، اصلا فهمیدن که خودشون چی میخوان از مهاجرت، هدفشون از مهاجرت چیه. همه کشورها رو آمارش رو در آوردن. صرفاً دختر خالم گفته که مثلا کانادا خیلی خوبه نرفتن کانادا. دختر عموم بهم گفته که نروژ خیلی خوبه، وای چقدر مثلا طبیعتش عالیه، چقدر امکانات رفاهی خوبی داره، به خاطر این بلند نشده بره نروژ، همه زندگیشو بفروشه و همه زندگیشو تبدیل کنه مثلا به یورو یا دلار و بره اون کشور و شوکه بشه ببینه اصلا اون چیزی که دختر عموم مثلا میگفته نبوده. دسته دوم متوجه بوده که من مثال میزنم، من الان پزشکم و فلان کشور به پزشک نیاز داره، من الان هنرمندم، فلان کشور مثلا هنرمند رو میپذیره و بازار کاری و کلا شغلای مناسب رشته مثلا هنری رو داره. من مهندس برقم، میدونم که فلان کشور خیلی بازار کارش تو این رشته خوب هست. دسته دوم کسانی هستن که میدونن اون کشوری که دارن میرن چی در انتظارشونه. ولی دسته سوم کسانی هستن که صرفاً هیجانی ای وای فلانی مهاجرت کرد من عقب نمونم، چقدر سفرهای خفنی میره، وای ببین کلاب میره، نمیدونم دیسکو میره، کشتی کروز میره، این تفریحو داره، BMW داره، نمیدونم لکسوس داره، تویوتا داره، ماشین خفن داره، خونه فلان داره، وای چقدر امکانات خفنیو داره. صرفاً با 2 تا عکس و 2 تا فیلم و 2 تا شوآف و چند تا پیج مهاجرتی که قطعاً منفعت خودشونو در این میدونن که شما بهشون مراجعه کنید و خب پول بدید و اونا هم شما رو هدایت کنن به یک کشور دیگه. صرفاً با اینا تصمیم گرفتن که مهاجرت کنن و این افراد اگر مهاجرت کنن اینجوری هیجانی، بدون آمادگی، بدون این که اوکی الان من ویزام خورده تو پاسم، اینم بلیتم، تو دست چپم پاسپورتم هست با ویزا، دست راستم هم بلیتم هست، اوکی من فردا مثلا میرم اون کشوری که همیشه رویاشو داشتم. خب بعدش آیا شغلی میتونم پیدا کنم؟ آیا میتونم با مردمش رابطه بگیرم؟ شما فقط نمیتونید با ایرانی‌ها ارتباط بگیرین، 100% شما باید با یعنی صرفاً همزبونای خودتون رو نمیتونید ارتباط بگیرید، باید با کامیونیتی اونا بتونید بلند بشید، بتونید وارد اون جامعه بشید. آیا میتونید؟
لازمش زبان هست. میتونید زبان خیلی عالی، حالا خیلی عالی منظورم فلوئنت و اونجوری نیتیو نیست، ولی در حد این که بتونید ارتباط بگیرید با آدما، میتونید این کار رو انجام بدید، انقدر به زبانش مسلط هستید. میتونید فرض رو بر این بگیرید که 6 ماه تا 1 سال کار پیدا نکردید بتونید هزینه های زندگی رو داشته باشید. به همه جوانبش فکر کردید؟ یا صرفاً چون دختر خاله رفته منم باید برم؟ یا صرفاً چون من اینجا رو جهنم میدونم اونجا رو بهشت میدونم بدوم برم؟ توی حسرت خودم رو نگه دارم و کسی که حسرت توی حسرت هست، کسی که حسادت خدای نکرده حسادت داره، کسی که مدام نگاهش به زندگی، مخصوصا رویا فروشی های بقیه، یعنی خیلی ها فقط رویا فروشی میکنن، فقط شعاف میکنن، کسی که فوکس و تمرکزش روی زندگی بقیه و شعاف های مخصوصا شعاف های بقیه هست، اصلا نمیتونه، اصلا وقت نداره که به خودش و مهارتاش برسه، وقت اینو نداره که روی زبانش کار کنه، وقت اینو نداره که اصلا بفهمه کشورهایی که حالا مقاصد مهاجرتی هستن چه ویژگیایی دارن، اصلا وقت نداره بدونه چی میخواد از دنیا و از زندگی. پس خواهش میکنم اگر جزء دسته سوم هستید 100% تجدید نظر کنید، با خودتون خلوت کنید، رو راست باشید با خودتون و بدونید از زندگی چی میخواید. من کاملا بهتون حق میدم، به خودم هم که یک زمان شاید تا حدی این مدلی بودم که زندگی رو جهنم میدونستم، زندان میدونستم. متاسفانه یه تایم خیلی کوتاه اینجوری فکر میکردم به خاطر فشارهایی که روی من بود. به خودم حق میدم که یک تایمی اینجوری فکر میکردم. اگر شما هم جز این دسته هستین بهتون حق میدم، به خاطر اینکه ما با افرادی روبرو هستیم که متاسفانه شعاف میکنن و خیلی مهمه. من اصلا موافق این ایده نیستم که میگن شما میتونید هر چیزی رو بشنوید، هر چیزی رو ببینید اما روی شما تأثیر نداشته باشه. این دروغ محضه. وقتی من مدام دارم استوری و پستای کسانی که مهاجرت کردن و خیلی زندگی خوبی رو از خودشون نشون میدن و واقعا هم زندگیشون خیلی خوبه وقتی بعد از حالا چند سال از مهاجرتشون میگذره یا حتی بعضی از همون اول زندگی خوبی رو دارن، وقتی ما اینا رو میبینیم ناخودآگاه روی ما تأثیر میذاره. ما اونی هستیم که میخوریم، اونی هستیم که حتی میپوشیم، اونی هستیم که میبینیم. ما مجموعه ای از افرادی هستیم که باشون معاشرت میکنیم. پس ورودی ذهن ما خیلی مهمه. اون چیزی که ما داریم میبینیم و میشنویم از مهاجرت 100% ورودی ذهنمون هست و روی ما هم تاثیر میذاره. خیلی دوست دارم توی ویدیو بعد براتون بگم که افرادی که مهاجرت کردن و صحبت میکنن در مورد مهاجرتشون چه افرادی واقعیت رو دارن میگن، چه ویژگی‌هایی دارن، چه افرادی کاملا دارن فیک صحبت میکنن، اصلا نیت و هدفشون چیه، چرا فیک صحبت میکنن، چرا بزرگ نمایی میکنن، شعاف میکنن یا برعکس سیاه نمایی میکنن. مهاجرت خیلی بده، نگاه نکنید، آواز دهل شنیدن از دور خوش است، اونجا اصلا خوب نیست، نیاید، هوا سرده، این مشکلاتو داره، خونه خیلی کوچیکی باید زندگی کنید، خیلی سختی داره فلان و سیاه نمایی خیلی بزرگی میکنن. حتما در مورد این افراد میخوام باتون صحبت کنم و بدونید که دقیقاً اونا هم چند دسته هستن، چه مدلی هستن و اینکه چه حرفایی رو باید باور کنید، چه حرفایی رو نباید باور کنید و بر اساس تجارب بقیه چه کار کنید که خودتون رو آماده کنید که جز دسته دوم باشید و بتونید یک مهاجرت خیلی عالی رو داشته باشید. و اگر شما آماده مهاجرت کنید 100% من میتونم حتی خودم به شخصه بگم که از روزای اول شما زندگی تقریبا خوبی رو دارید و بعد از چند سال زندگی فوق‌العاده‌ای دارید. من همیشه خودم این حرف رو میزدم که من حدود 6-7 سال بعد از فارغ التحصیلیم تو ایران
سخت کار کردم، یعنی واقعا یک روز نبوده که بیکار باشم. اما کسانی که 6-7 سال خارج از ایران همینجور سخت تلاش کردن خیلی گین بیشتری داشتن، خیلی بیشتر رشد کردن. و الانم این نظر من هست، دارم همینو بهتون میگم. شما اگر آماده مهاجرت کنید و آماده مهاجرت باشید و درست انتخاب کنید کشوری که میخواید برید و که حتما در موردش بعد صحبت میکنیم، 100% اینجا تجربه یک زندگی فوق‌العاده دارید. آزادیایی دارید، دسترسی هایی دارید که باور نکردنیه. یعنی حتی توی کشور خودتون هیچ وقت حتی همچین چیزی رو فکرم نکردید بهش و خیلی زندگی خوبی میتونید بسازید، به شرطی که آماده باشید، به شرطی که حقیقت رو بشنوید از مهاجرت و سختیاشو هم بشنوید و ببینید آیا برای شما ارزش داره این سختی‌ها رو به جون بخرید؟ آیا اون چیزی که گین میکنی، اون چیزی که به دست میاری انقدری برات ارزشمند هست که اون سختیایی که قراره در موردش صحبت کنم باهاتون، اون چالش‌های مهاجرت رو هم به جون بخرید؟ که به نظر من اگر دوست داشته باشید مهاجرت کنید که صرفاً یه انتخاب هست، اگر خودتون رو آماده کنید چالش‌هاش کاملا روال میره جلو و میتونید با چالش‌هاش کنار بیاید و لذت‌های خیلی عالی رو تجربه کنید و اینکه تجربه یک زندگی بهتر، رفاه، ثبات و آرامش رو داشته باشید. البته که به سلیقه خودتون هم بستگی داره اینکه با چه افرادی روبرو خواهید شد، چه حرفایی باید در مورد مهاجرت از افرادی که مهاجرت کردن قبول کنید، چه حرفایی نباید قبول کنید، کی راست میگه، کی دروغ میگه، کی صرفاً داره تجربه خودشو میگه و شما باید چطور تشخیص بدید از حرفهای بقیه، از تجارب بقیه که آیا آدم مهاجرت هستین یا نه، آیا مهاجرت کنید موفق میشید یا نه. این دقیقاً چیزی هست که توی ویدیو بعد میخوام براتون صحبت کنم. حتما لایک کنید، کامنت برام بذارید و نظرتون رو بگید. اگر فکر میکنید افراد دیگه‌ای هستن، دسته دیگه‌ای هستن که هدف دیگه‌ای از مهاجرت دارن، اون رو هم حتما برام توی کامنت ها بگید. با حمایتتون از کانال، سابسکرایب کردنتون، این انگیزه رو به من میدید که من بیام حقیقت رو بهتون بگم و این چیزی هست که بهش متعهدم. تا وقتی که براتون ویدیو میذارم اینجا مطمئن باشید چیزی جز حقیقت مهاجرت رو براتون نمیگم و هم چالشاشو میگم، هم لذتهاشو بهتون میگم، هم همه تلاشمو میکنم که راهنماییتون کنم که بهترین تجربه رو داشته باشید از مهاجرت و اینکه مطمئن باشید مثل یک دوست، مثل یکی از اعضای خانواده‌ام کاملا صادقانه باهاتون صحبت میکنم و دوست دارم که همه موفق بشن. هیچ کس جای هیچ کس رو نمیگیره، همه میتونیم موفق در کنار هم زندگی کنیم و پیشرفت کنیم. منتظر نظراتتون هستم.